یه روز برنامه‌ام تموم شد، یه جای دانشجو اومد گفتش که من میخوام برم با شما بیام تو راه صحبت کنیم. گفتم بفرمایید. خیلی سپیچ بود، بعد هواش هم داشتن. معمولا به عمل رد میکنن، یکی رو سواش کردن، نمیدونم تخم دو زرده میذاش واسهشون چجوری بود. خیلی هم ژیگول بود یارو. اومد نشست و من کلا ببینید دانشجوام از همه جور تیپ و همه جور گرایش سیاسی هستن. سوا نمیکنم باریکلا بیام سانت بزنم موهاشو نمیدونم فلان و این کار واسه امام زمان که عشقشه باشه بیاد. بعد اما این خیلی تیپش یه جوری بود خداییش دیگه مجبور شدم اینجوری بگم. اومد نشست و گفت استاد من با شما کار دارم. گفتم بله. گفت برو به این خلوچلا بگو. گفتم با کی عزیزم؟ گفت با این دانشجو. گفتم مؤدب باش فلان. گفتم ما امانت داری بکنیم این حرفشو میزنه. گفت برو به این خلوچلا بگو من 1000 تا دوست دختر داشتم همینجوری. گفت من میدونی کیم؟ گفتم کی؟ گفت من پسر فلانیم، باباش یکی از کارخونه دارای قدر کشوره. خب بگم مثلا میشناسی، یعنی اسم کارخونه رو قطعا شنیدید. گفت من پسر اونم، من اراده بکنم با دوست دخترم میرم سیسیل، میرم ایتالیا، فهمیدین؟ یه هفته اونجام اراده کنم. برو به این فلان فلان شده خاک بر سرا بگو تویی که آرزوت اینه دوست دخترت سواری ماشین قرضی کنی یا وایسکی بزنی بری محمود آباد خزرشهر. برای تهرانی‌ها گفت مثلا اینجا شاندیس درقبه. خب خدمت شما عرض بکنم برو بهش بگو من تمام اینا رو تا تهش رفتم، به این رسیدم که اینا برای اینا آفریده نشدم. چقدر خوردن، چقدر عشق و حال، چقدر من چه بابا یه جای به بنبست رسیدم. برو بهشون بگو شما به اون مرحله منم نمیرسید. یعنی واقعا نمیشه مثل اون ثروتمند باشید، نداره. تو همون راه میمونی. میگفت من اگه مواد مخدر مصرف میکردم من کوکائینی میکشیدم که گرمش انقدر تومن بود، نه شما که میری کراک میکشی 500 تومن 1000 تومن میدی هم چی یه ماش آتشخال بدینه. همه اینا رو من گفتم برو بگو مدیونی، بهش بگو من به این رسیدم که باید برم سراغ امام زمانم.